سلامت باشید. قدم رنجه فرمودید به غرفه ما اومدید. سلامت باشید. چه خبر؟ اوضاع احوال بتون چطوره؟ خیلی عالیه. من واقعا لذت میبرم از مجموعه زرنام به خاطر اینکه یک نکته‌ای که مخفول مونده توی صنعت بتون یا توی دوستانی که دارن تو زمینه بتون کار میکنن رو بهش به صورت ویژه پرداخته. تقریبا 70 تا 80% بتون سنگدانه تشکیل شده و ما اگر به سنگدانه دقت ویژه بکنیم میتونیم خیلی از مشکلات بتون رو حل بکنیم که به صورت ویژه و تخصصی این مجموعه اومده بهش پرداخته و تونسته خیلی از نیازهای صنعت بتون و مخصوصا بتون‌های خاص رو حل بکنه. خیلی از دوستان حالا توی نقاط مختلف ایران که دارن کار میکنن همیشه بحثشون اینه که سیمان افت پیدا کرده، ما سیمان کیفیت نداره، مقاومت نگرفتیم، سیمانمون اینطوریه، نتونستیم به اون رئولوژی یا بتونی که مد نظرمون برسیم. ولی دقتشون رو سنگدانه خیلی کمه. یعنی شما اگر بیاید جزئی سنگدانه بررسی کنید تقریبا تو هر متر مکعب ما 1000 کیلو داریم فقط ماسه استفاده میکنیم، حالا کم یا زیاد کیلو هم شن استفاده میکنیم. بله. این 1000 کیلو ماسه یعنی شکل ظاهری اینها میتونه تأثیر زیادی یک توی رئولوژی بتون داشته باشه و حتی تو مقاومت. ما اگر بتونیم از سنگدانه ها مثلا ماسه به صورت رودخانه‌ای استفاده کنیم یا با گردگوشه‌ای درصد بالا استفاده بکنیم میتونیم نسبت آب به سیمان رو برای یک کارایی به حد زیادی بیاریم پایین که بحث مقاومتی رو پاس بکنه و هم بتونیم یک بتون با رئولوژی خوبی داشته باشیم. حتی برای بتون‌های معمولی، بتون‌ها خاص که به صورت ویژه حتما باید بهش دقت بکنید. من بحث بتون‌های خاص، چشم انداز شما توی بحث بتون‌های خاص در خود استان تهران چی هست و معادن چه نقشی میتونن واسه این کار انجام بدن که بتونن کمک بکنن به صنعت چشم انداز 1404؟ معادن باید از اون دید سنتیشون فاصله بگیرن و به صورت حرفه‌ای به این صنعت نگاه کنن. چه لامپدار چه بتون خودتراکم. اصلا کلا مجموع معادن باید برن به سمت این مدرن فکر بکنن. بعد از اساتیدی که توی این امر کار کردن، مهندس چگینی پیشرو هستید شما توی این صنعت، چون من ندیدم معدن دیگه که به صورت ویژه بیاد مثلا بگه من ماسه اینطوری دارم، مشتری دقیقاً بعد مشتری تماس بگیره بگه آقا من میخوام یه اتفاق اینطوری بیفته، شما اصلاح بکنید و فقط برای اون بتون خاص و پروژه خاص بیاید اون سنگدانش رو اصلاح بکنید. اگر رویکرد تمام معادن به این سمت بره، با توجه به من نیازهایی که دارم میاد تو صنعت بتون داره به سمتی میره که بتون‌های معمولی داره کم کم جاشو تماما به بتون‌های خاص میده، با توجه به عملکردی که داره این بتون‌ها و میتونه اون نیازهای طراحان جدید رو برآورده بکنه. دلیل این اتفاق این است که معادن شن ماسه از تکنولوژی بتون دور بودن همیشه. ما یه مشکل هست. بتون ما آماده C25 درست اگر با ماسه تماما طبیعی ولو با FM بالاتر میتونه مقاومت خیلی خیلی خوبی به ما بده. یعنی شما با ایار 400 راحت میتونید C35 رو بگیرید اگر ماسه خوبی باشه، سنگدانه ها لحاظ هندسی، شکستگی اینها روش ملاحظاتی روش انجام بدید میتونیم به نقطه برسیم. دقیقاً. بحث بتون‌های خاص هم که خیلی خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. معادن یک مشکل اصلی که داره، من بررسی معادن که تو سطح تهران هست و انجام دادم، چه شرق چه غرب. یعنی معدود معدنی دیدم که علاوه بر آزمایشگاه کنترل کیفیت سنگدانه، آزمایشگاه بتون در کنارش داشته باشه. یعنی خیلی کمک میکنه معدن رو که اون نیازهای مشتری رو بیاد به صورت آزمایشگاهی توی مجموعه خودش آماده بکنه و بعد اون محصولی که دقیق مشتری میخواد بهش برسه. یعنی مجموعه های معادن شن و ماسه باید به این سمت برن که حتما یک آزمایشگاه بتون در کنار آزمایشگاه کنترل کیفیت خودشون داره که این مجموعه شما دقیقاً به این نیاز مشتری بهش رسیده و بهش جامعه عمل پوشونده. یکی از موضوعاتی هم که خیلی مهمه توان تولید، توان تامین، توان دپو هست که خوشبختانه حالا معدن زرنام تونسته با ماشینالاتی که داره، خط تولیدهایی که داره
و خوراک اولیه مخلوطی که تونسته تأمین بکنه از بهترین در واقع بافت‌های معادن شهریار، تونسته با خیلی از کارخونه‌ها کار انجام بده و بتونه شنوماسه‌شون رو تأمین کنه. یکی از معضلاتی که ما توی بتون‌های ویژه داریم تأمین شنوماسه است. شاید کارخونه‌ای باشه که ادعایی بکنه راجع به اینکه بتونه مثلا من شنوماسه رو میتونم بدم، ولی می‌بینی که مثلا روزی 200 تن اگر مثلا تولید کنه یا 500 تن تولید کنه، اگر 2 تا مشتری بگیره دیگه نمیتونه مثلا به کارخونه سوم شنوماسه بده. یعنی اون بحث ما ظرفیت آزمایشگاهیمو بتونیم تجاری بکنیم و صنعتی سازی بکنیم. یعنی شاید تو آزمایشگاه چیزی ما انجام بدیم ولی اونو تو اشل صنعتی ارائه دادنش از نکته خیلی مهمی برخورداره که مجموعه شما خدا رو شکر این توان رو داره. یعنی هر موقع ما مسئله چیزی خواستیم برای پروژه خاصی برای کارخونه خاصی بدون اینکه هیچ محدودیت زمانی داشته باشید تونستید این مسئله رو تامین بکنید. مهمترین چیزی که شما به عنوان یکی از مدیران کیوسی برتر کشور قم و تهران از یک معدن شرکت یا شنوماسه کشور ما انتظار دارید چی میتونه باشه؟ مهمترین پارامتری که شما برای انتخاب یک معدن به عنوان تامین کننده مصالح و سنگدانه شما هست چیه؟ اولا که باید کیفیت مصالح بالا باشه و از اون مهمترین بخش اینه که استمرار داشته باشه. یعنی ما به صورت نوسان نداشته باشیم تو مصالحی که داره تامین میشه یا این نوسان تو حداقل ممکنش باشه. این مهمترین پارامتر میتونه باشه برای یک کسی که داره یک بتونی رو تولید میکنه. فلسفه‌اش چیه این موضوع؟ اینکه بحث اینه که اون معدن بتونه هم ماشینالات بروزی داشته باشه. نه هم فلسفه من خودم بتونی هستم. اینکه ما کارخونه بتون‌ها دغدغه‌مون اینه که با یک محصول ثابت کار بکنیم. علتش چیه؟ نکنید علت اصلیش اینه که وقتی حجم بالایی داره بتون تولید میشه کارخونه بتون نباید نگران این باشه. دقیقاً. یعنی ما بتونیم با یک فیکس کردن یک طرح اختلاط تو یک روز بتونیم اون نیاز مشتری رو پاسخ بدیم. اینطوری نباشه که مثلا 500 متر بار رفته بیرون ما اوکی بوده همه چی، بعد از 500 متر دچار چالش شدیم تو بحث رئولوژی، مقاومت و سایر مشخصاتی که هست. حجم بالای تولید نیاز به استمرار مشخصات تمام مصالح داره که یکسان باشه. بسیار